کشت مواد بیولوژیک برای تهیه سوخت ابتدا به عنوان آغازی برای یک انقلاب در زمینه انرژی مورد استقبال قرار گرفت. زیرا با یک حرکت می توانستیم هم مشکل تغییر آب و هوا را حل کنیم و هم مشکل کاهش منابع نفت را. اما به نظر می رسد که مسئله به این آسانی هم نیست. تولید سوخت بیولوژیک اکنون در مرکز یک بحث متضاد قرار گرفته است. از یک سو به خاطر گرانتر شدن مواد غذایی و از سوی دیگر به خاطر قطع رو به گسترش درختان جنگلی و افزایش گازهای گلخانه‌ای مانند گاز کربونیک. اما حقیقت چیست؟ برای یافتن پاسخ ما به شهر اوترخت در کشور هلند آمده ایم. آندره فای استاد تحلیلگر سیستم‌های انرژی در دانشگاه اوترخت و یک کارشناس جهانی در زمینه انرژی پایدار است. او میگوید ما قادر هستیم که هم تولید مواد غذایی و هم تولید مواد بیولوژیک برای تهیه سوخت را برای تأمین نیازهای آینده خودمان افزایش دهیم. ما پروفسور فای را در یک مزرعه ملاقات کردیم. این مزرعه در حال حاضر به چراگاه و پرورش احشام اختصاص دارد. ایده سوخت بیولوژیک به نظر یک ایده واقعا خوب می آید، ولی بحث‌های متضاد بسیاری را برانگیخته. چرا اینطور است؟ اول از همه این که دلایل بسیار روشنی وجود دارد برای اینکه ما به گسترش تولید سوخت بیولوژیک و مثلا استفاده از گیاهان برای تولید انرژی بپردازیم. زیرا از یک طرف ما با مسئله تغییر آب و هوا روبرو هستیم که باید هرچه سریعتر آن را حل کنیم و از طرف دیگر درگیر با معضل انرژی هستیم، چون ما داریم استفاده از سوختهای فسیلی به ویژه نفت را پشت سر می‌گذاریم. اما در حال حاضر مسئله این است که به زمین کافی برای پروراندن این مواد نیاز داریم و اگر کنترلی در کار نباشد میتواند معضل تازه‌ای در ارتباط با منابع غذایی یا جنگل‌ها ایجاد کند. این در حال حاضر بحث مهم و مرکزی ماست. کشور برزیل در این زمینه بسیار موفق بوده، ولی اینجا در اروپا ما آب و هوای مناسب و زمین‌های قابل کشت کافی نداریم. به این ترتیب چگونه می‌توانیم بدون این دو سهم قابل توجهی در تولید سوخت مایع داشته باشیم؟ من با این برداشت شما موافق نیستم که اروپا آب و هوا و امکانات کافی برای کشت ندارد. اروپا جای بسیار جالبی روی کره زمین است، زیرا توزیع جمعیت در این منطقه باثبات است و غذای مورد نیاز خود را تامین می‌کند. ما می‌بینیم که اروپا همواره توانسته بخش کشاورزی مولد خود را توسعه دهد، به خصوص در بخش‌های قدیمی‌تر خود. وقتی به شرق اروپا می‌روید می‌بینید کشاورزی آن برای ده‌ها سال در مقایسه با غرب اروپا بسیار کمتر مولد بوده است. این بدین معناست که نیازهای غذایی ما برای آینده می‌تواند در آنجا تولید شود. این همچنین بدان معناست که ما زمین‌های مازادی خواهیم داشت که می‌توانیم برای تولید مواد لازم برای سوخت بیولوژیک از آنها استفاده کنیم. این افزایش بازده در محصولات کشاورزی چگونه به دست میاد؟ خیلی ساده است، از طریق مدیریت بهتر. ما یاد گرفته ایم که چگونه از طریق پرورش درست محصولات، استفاده بهینه از کود و سرانجام مدیریت و برنامه‌ریزی بهتر در زمینه کشاورزی خلاق‌تر باشیم. البته اینها روی کاغذ بسیار خوبند، ولی چه کسی میتواند آن را اجرا کند و چگونه قابل اجراست؟ این پرسش بسیار خوبی است. اول از همه میخواهم بگویم که این کار ممکن است پیچیده به نظر آید، ولی در این حال ما امکان انتخاب هم داریم، زیرا از یک طرف درگیر مشکل کلیدی انرژی و مشکل تغییر آب و هوا هستیم و از طرف دیگر باید به طور همزمان برای تدارک منابع غذایی از طریق توسعه کشاورزی در روستاها سخت‌تر بکوشیم. به این ترتیب باید به راه حل‌های هماهنگ و پیوسته‌ای بیاندیشیم که کاربردی وسیع برای دهه‌های آینده داشته باشد. فرض کنید من کشاورز فقیری هستم و جایی در آفریقا زندگی می‌کنم و می‌دانم که می‌توانم یک منطقه جنگلی پرباران را صاف کنم و حاصل کشت آن را برای تهیه سوخت بیولوژیک بفروشم. چه چیزی مرا از این کار باز می‌دارد و چرا؟ ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم برای تولید محصولات لازم برای سوخت بیولوژیک از جنگل‌ها و فضاهای زیست محیطی هزینه کنیم. به همین خاطر برای توسعه چنین محصولاتی ما باید خط مشی درست توأم با نظارت و کنترل دولتی داشته باشیم. آیا بدون سوخت بیولوژیک می‌توانیم سر کنیم؟ پاسخ من به این پرسش منفی است. آمار نشان می‌دهد که ما برای جمعیت
9 میلیاردی کره زمین در سال 2050 به سوخت مایع بسیار زیادی نیاز داریم. هواپیماها، کشتی‌ها و کامیون‌ها بدون سوخت مایع کار نخواهند کرد. هیچ جایگزین واقعی دیگری برای تامین آنها وجود ندارد. صنایع شیمیایی نیز مصرف کننده بزرگ نفت و گاز هستند. بنابراین با آگاهی علمی سطح بالایی که اکنون درباره تولید مواد غذایی و ظرفیت تولیدی خاک و سایر نیازها به ویژه حفظ محیط زیست داریم، ارزیابی ما این است که تا سال 2050 می توانیم 1/3 انرژی مورد نیاز کره زمین را از طریق مواد بیولوژیک تأمین کنیم.